کیم یونگ گوان، ارسال بلند به کناره زمین. پژمان منتظری توپ رو برگشت میده. یک ضد حمله برای تیم ایران شکل میگیره. یه اشتباه، حرکتی از قوچان نژاد، فرصت برای قوچان نژاد، توی دروازه گل برای ایران. قوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه. در حالی که بازی بیشتر در اختیار ایران کره جنوبی بود، ایران روی یک ضد حمله و فرصت طلبی رضا قوچان نژاد به گل میرسه. نگاه کنیم سماجت قوچان نژاد رو، حرکت سریع این بازیکن به پشت مدافع کره و ضربه تمام کننده پای چپ که یک بار دیگه ارزش های خودش رو برای فوتبال ملی ما نشون میده. الان لحظه ای که حتما همتون خوشحالید و ایران روی هواست. دقیقه 61 ایران 1-0 از کره جنوبی پیش هست. این فرار قوچان نژاده. نگاه کنید که چگونه با قدرت تکنیکی و حرکت پای چپش از مدافع مقابلش جلو میفته و اینجاست که نیمکت نشینان ما اصلا اجازه نمیدن که او حرکتی رو انجام بده. همونجا توی زمین میگیرنش و جشن شادی رو برپا میکنن روی اشتباه این مدافع کیم یونگ گوان. کره 0 ایران 1. تیم‌های میهمان امروز خوب نتیجه گرفتن. قطر هم در تاشکند 1-0 جلوست. اگر این نتیجه پا بر جای مونه ما به عنوان تیم نخست به جام جهانی راه پیدا میکنیم. پرچم ایران رو ببینید که اونجا در ورزشگاه به زیبایی به اهتزاز در اومده. حالا بازیکن ما روحیه گرفتند. فرصت طلبی فوق‌العاده رضا قوچان نژاد تیم ایران رو به این برتری 1 گل میرسونه. چه موقعی هم گل زده رضا قوچان نژاد، در چه بازی‌های حساسی. در مقابل قطر اون گل 3 امتیازی ارزشمند رو زد و حالا در این بازی مرگ و زندگی در مقابل کره جنوبی گل برتری رو در حالی